سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم کارتون خوب باشه. من خیلی واسه این ولاگ هیجان دارم به خاطر اینکه امروز روز امتحان رانندگیمه دیگه، آخرین امتحان رود تسته که سری پیش رد شدم. این سری دیگه مطمئنم که قبول میشم، مطمئنم، یعنی همه تلاش هم میکنم. الان ساعت 10 صبح زودتر رسیدم، 10:30 یک کلاس 1 ساعته واسم گذاشتن، ساعت 1 امتحان دارم. اومدم اینجا بشنم کافی بخورم تا موقعی که کلاس هم شروع شه، همون که بیام یه ویدیو بگیرم با شما حرف بزنم، شما رو در جریان بذارم. حالا ادامه این ولاگو ببینین. امروز قبولم. راستی اینم میخواستم بهتون بگم که اگه نمیدونین جریان گواهینامه گرفتن من رانندگی من تو دبی چیه، یکی دو تا ولاگ قبل منو برید نگاه کنید، ولاگ رانندگی و آموزشگاه رانندگی و قشنگ متوجه میشین دیگه چه داستانی داره و اینا. حالا با من همراه باشید. خب من سوار ماشین شدم، یه ساعت آموزشی دارم، بعدشم دیگه میرم واسه امتحان. تو رو خدا برام دعا کنین انشالله که قبول شم. حالا بعد کلاس هم دوباره میام بهتون میگم که چی شد و چی نشد. با مربی سری پیشم بر نداشتم چون گفتم که لطفا مربیمو عوض کنین، چون واقعا 6 ماه من با اون رفتم و هی رد شدم. واسه همین گفتم تیچر منو عوض کنین، میخوام با یکی دیگه این قبل امتحانمو برم. حالا من این خانومه قبلا امتحان میگرفت، از همین بار امتحان گرفته بود واسه یه رود تست خود آموزشگاه که قبول شدم. حالا الان شده تیچرم که ببینیم چی میشه دیگه. خب از قیافم معلومه که رد شدم و واقعا خوب رفتم این سری، واقعا خوب رفتم. اصلا نمیدونم چرا منو رد کرد، گفت کنترل نداری. الان اعصابم خورده، بزنین که آروم شم دوباره میام.